سرخط خبرها. تأکید کابل بر حفظ حاکمیت و روابط نیک با همسایگان. سخنگوی وزارت داخله میگوید که سیاست امارت اسلامی بر عدم مداخلت در امور همسایگان متمرکز است. ما دفاع بسیار قوی و انشالله دندان شکن برشان خواهیم داد. دیدار سفیر امارت اسلامی در ازبکستان با سفیر بلاروس در تاشکند. در این دیدار بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تاکید شده است. د بی‌باورۍ فضا له منځه وړي، د همکارۍ او باور فضا رامنځته کوي. و عقب نشینی ترامپ از تهدید نظامی علیه ایران. رئیس جمهور امریکا از ایران به خاطر لغو اعدام معترضان ستایش کرد. تقاعد شدم که به ایران حمله نکنم. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 27 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 17 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله میگوید که افغانستان همواره خواهان روابط نیک با همسایگان به ویژه پاکستان است. قانی تاکید کرد که سیاست امارت اسلامی بر استقلال، حفظ حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دیگران متمرکز است. گزارش از نستر نمیری. با برجای تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد پس از اتهامات و هشدارهای اخیر مقام‌های پاکستانی علیه افغانستان، سخنگوی وزارت داخله این اظهارات را به اساس دانسته و بر سیاست مستقل و دفاع محور افغانستان تاکید کرده است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت در گفتگو با خبرگزاری آفاق گفت که افغانستان همواره حامی دیپلماسی و روابط نیک با همسایگان به ویژه پاکستان بوده و سیاست این کشور بر استقلال، حفظ حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دیگران است. با افزود که کابل خواهان تنش نیست، اما در صورت هر گونه تعرض دفاع از خاک و منافع ملی حق مشروع افغانستان است و پاکستان باید رابطش را بر پایه منافع ملتش شکل دهد، نه سیاست‌های تحمیلی بیرونی. باید دو ملت مسلمان با هم وصل باشند. ما مشترکات زیادی با او کشور داریم، ولی زمانی که یک ایده‌ای که به نام استبلیشمنت یا هم گروهی حاکم رژیم نظامی که اونجا خیلی تسلط دارن، همیشه خلاف منافع و کشور، خلاف پالیسی کشور، چون اینا همیشه از بیرون فرمان میگیرن یا طبق پالیسی های بیرون کار میکنن. ملت هایشان هم امروز ناراض است، ولی در صورت از که خدای نخواسته اونا دست به تعرض بندازه، طبعا ما دفاع بسیار قوی و انشالله دندان شکن برشان خواهیم داد. با آنکه بیش از 3 ماه از آغاز تنش‌های کابل و اسلام آباد می‌گذرد، اما پرسش این است که سرانجام آینده روابط میان دو کشور به کجا خواهد رسید. اگر پاکستان به این رویکرد خصمانه ادامه دهد، پیامدهای آن شامل تشدید بحران انسانی، اختلال در تمام عرصه‌ها، افزایش تنش‌های مرزی و بهره برداری دشمنان مشترک اسلام خواهد بود. راه حل اساسی اعتماد سازی بین دو کشور، به اصطلاح راستگرایی و راسtsازی، واقعیت‌گرایی و به اصطلاح حل دشواری از طریق مذاکرات، مثلا متمید صمیمانه و با اعتماد به یکدیگر می باشه و بس. امیدواریم که طرف پاکستان بالاخره متوجه این مسئله شود. پیشتر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری خود روز پنجشنبه گفت که روابط دیپلماسی میان هند و افغانستان موضوع داخلی آنها است و همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط کابل و اسلام آباد بهبود یابد. سفیر بلاروس در تاشکند با عبدالغفار بحر سفیر امارت اسلامی در ازبکستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف پیرامون گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک صحبت کردند. گزارش از ناهید اندر. در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت ثبات و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای بر گسترش روابط نزدیک با افغانستان تاکید می‌کنند، رویکردی که نشان دهنده افزایش توجه کشورهای منطقه به نقش افغانستان در اتصال امنیت منطقه‌ای است. در همین راستا، سفیر بلاروس در تاشکند در دیدار با عبدالغفار بحر سفیر امارت اسلامی در تاشکند پیرامون گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک گفتگو کرد. بلاروس پیشنهاد معرفی نماینده غیر مقیم برای افغانستان، ایجاد گروه کاری صنعتی، اجرای پروژه تولید شیر خشک در ترمز، همکاری در بخش صحت، تحصیلات ویزا برای تاجران افغان و مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای افغان ترانس، تاپی و کاسا 1000 را مطرح کرده است.
د دیپلوماټیکو اصولو پر اساس باندې د هیوادونو دوه اړخیزه ملاقاتونه په سیمه ییزو او نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې ګډون کول د بې باورۍ فضا له منځه وړي، د همکاری او باور فضا رامنځته کوي. با این حال برخی از آگاهان تقویت روابط بلاروس را در بخش‌های اقتصادی و سیاسی حیاتی می‌دانند. آنان با اشاره به جایگاه این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای می‌گویند که در عرصه سیاسی می‌تواند از عضویت دائمی افغانستان در بریکس و شانگهای حمایت نماید و آن را فرصت برای افغانستان خواندند. دا به موږ لپاره یو بل قدم وي چې په دیپلوماټیکه عرصه کې اخلو، په نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب اخلو. نو بلاروس د موږ لپاره کولای شي چې یو متبادل هیواد وي، نو وروسته له روسیې نه. دا څو لسیزو راهیسې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم شوی ده، د نړۍ ټولو هیوادو استازو تګ و راتګ، غونډې، ناستې، کنفرانسونه د ملګرو ملتونو په شمول په دوحه کې ترسره شول، مګر د افغانستان لپاره کومه ګټه ونه کړله. نو د دې لپاره افغانستان با هم نه هیواد ده د نړۍ، باید نړیوال دې ته جدی پاملرنه وکړي. گفتنی است که در سالهای اخیر افغانستان توانسته در بخش اعتمادسازی منطقه‌ای روابط خود را با همسایگان و کشورهای منطقه بهبود بخشد و جایگاه خود را در همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم کند. و در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با عقب نشینی از موضع خود علیه ایران از رهبری این کشور بابت اعدام نکردن معترضان ستایش کرد. ترامپ پیش از این تهران را به اقدام نظامی تهدید کرده بود. پس از فروکش کردن تهدیدهای امریکا به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از مقامات ایرانی به دلیل لغو اعدام اعتراض کنندگان قدردانی کرد. رئیس جمهوری امریکا خطاب به رهبری ایران پیام قدردانی منتشر کرد و گفت که این اقدام سبب شده که به ایران حمله نکند. برای لغو شدن همه اعدام‌های برنامه‌ریزی شده از رهبری ایران سپاسگزارم. پس از لغو شدن اعدام‌ها متقاعد شدم که به ایران حمله نکنم. هیچ کس مرا قانع نکرد. خودم قانع شدم. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ از آغاز اعتراضات اقتصادی در ایران مواضع تند علیه تهران اتخاذ کرده و بارها این کشور را به اقدام نظامی تهدید کرده بود. اقدام احتمالی که با واکنش بسیاری از کشورها مواجه شده و نمایندگان چین، پاکستان و روسیه در نشست شورای امنیت نیز با دخالت در امور کشورهای مستقل مخالفت کردند. اما چرا رئیس جمهوری امریکا از مواضع خود مبنی بر حمله نظامی بر ایران عقب نشینی کرد؟ ایالات متحده آمریکا را ما می‌بینیم که هیچ اصلاً برش دموکراسی، مسائلی که حقوق زن، حقوق بشر، نمیدانم جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد در خود امریکا نیست. در خود امریکا اینا رسانه‌هایشان از CNN گرفته تا به CBS تا به BC تا فاکس، همه گیزی چیزی را که دولتش میگه امور نشر میکنن. در واکنش به تهدیدهای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی نسبت به تهدیدهای امریکا برای حمله نظامی به ایران هشدار داده بود و گفته بود در صورت هر گونه حمله پایگاه‌های امریکا در منطقه و همچنین اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. در این میان بسیاری از کشورها برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران تلاش‌هایی را آغاز کرده و در تازه‌ترین مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نخست وزیر اسرائیل و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده و آمادگی کشورش را برای میانجیگری در حل تنش‌ها و تهدیدهای فزاینده میان امریکا، اسرائیل و ایران اعلام کرد. و در ادامه هم چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیر دفاع ونزوئلا گفت که در جریان حمله نظامی امریکا به کاراکاس و بازداشت نیکلاس مادورو 47 سرباز ونزوئلایی کشته شدند که 9 نفر آنها زن بودند. این در حالی است که مقام‌های ونزوئلایی مجموعه کشته شدگان در حمله امریکا را بیش از 100 نفر اعلام کرده‌اند و این حمله را تجاوز امپریالیستی دانستند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته که سیاست‌های نظامی تهاجمی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کشور را در انزوای دیپلماتیک قرار داده است. فیدان در یک نشست خبری تاکید کرده که عادی‌سازی روابط با اسرائیل در شرایط کنونی برای ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن شده است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که هفته آینده با ایالات متحده بر سر طرح برای پایان جنگ روسیه به توافق برسد. زلنسکی به خبرنگاران گفته که مذاکره کنندگان اوکراینی در راه امریکا برای ادامه گفتگوها هستند. او افزوده مذاکرات روز شنبه در میامی درباره تضمین‌های امنیتی و بازسازی پس از جنگ با طرف امریکایی برگزار خواهد شد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از لیسا خبر. تا بعد، خدا نگهدار.